کردم و بعد من دیدم مدنی کاملا، یعنی جوری من برخورد کردم و جوری معرفی شدم که این به من گفتش که بیا معاون سیاسی من بشد تو منطقه اینجا و اهدافش رو به من گفت. چه بود؟ اهدافش گفتش که ما باید از این عربا اینقدر بکشیم، همین جمله، از این عربا اینقدر بکشیم که اینا از ترسشون، یعنی یک مو خلاف نکنن برابر، فقط عرب، فقط ما باید بکشیم. بعد گفت بعد که کشتیم، یعنی سرکوب شدن، ما تو منطقه عربی امکانات می‌ذاریم و خیلی طرح‌هایی دارم، مثلا جزیره مینو اینجوری بکنیم، اونجا اینجوری. منظورش از عرب ایران بود یا عرب؟ عرب ایرانی‌ها